دعا میکنم به نام عیسی مسیح اون انقلابی که این هفته در زندگی من رخ داد، دعا میکنم اون الزامی که بر من اومد، اون شگفت زدگی که این هفته من تجربه کردم، اون شیرینی کلام، اون شیرینی حضور در همین لحظه، در امروز، در قلب‌های همه ما جاری بشه. خداوند، روح القدس تو رو دعوت میکنیم، اعلام میکنیم خداوند قلب همه ما به روی تو بازه. ما به تو اجازه میدیم خداوند، هر جا که نیاز هست تو ما رو ملزم کن، هر جا که نیاز هست تو ما رو تشویق کن. ما به تو اجازه میدیم خداوند. امروز روح محکومیت رو نهیب میزنیم و با اعلام فرزند خوندگی خودمون در حضور تو که خدای زنده هستی نشستیم. نان امروز ما رو به ما بده. تو امروز ما رو با یه هدف اینجا دعوت کردی. دعا میکنم اون هدف به تمامی به انجام برسه. خداوند تو میدونی که من نه واعظم، نه الهی دانم، نه نبیم، نه معلمم، نه شیخم، ولی با همه اینها تو به من کوچکتر فیض بخشیدی خداوند. شکر. روح تو امروز اینجا عمل کنه خدا، در نام عیسی مسیح. آمین. بکنم گریه ها تمامی نداره. من این هفته روی یک کتابی کار میکردم. بعضی از شما عزیزان میدونید من مجهز اومدم. بعضی از شما عزیزان میدونید من کتاب ویرایش میکنم. کتابایی که ترجمه شدن رو به من میسپارن، من اونا رو یه بار دیگه میخونم، ایرادایی که داشته باشه شاید نگاه میکنم و بعد از اون کتاب رو تحویل میدم به انتشارات. این هفته کتابی دست من اومد، در واقع 2 هفته است. هفته اولش به قرقر گذشت، هفته دومش این انقلاب اتفاق افتاد. مرسی. و اون چیزی که امروز اینجا میخوام با شما در میون بذارم از این کتاب گرفته شده. متاسفانه به خاطر شرایط کپی رایت الان نمیتونم اسم این کتاب رو به شما بگم، ولی به شما قول میدم به محض این کتاب که این کتاب چاپ بشه حتما این کتاب رو به شما معرفی میکنم، حتما اسمش رو به شما میگم و ایمان دارم که این کتاب قراره یک انقلاب در کلیسای ایرانی ایجاد کنه. این کتاب مسح عجیبی داره، مسح عجیبی داره. این هفته من واقعا مثل یک انقلاب، مثل یک بمب ترکید. عنوان پیغامی که امروز از طرف خداوند اینجا هستم با شما در میون بذارم نزد پاهای عیسی هست. میخوایم به 3 ملاقات، به 3 مهمونی، به 3 دیدار نگاه کنیم که بارها اینا رو خوندیم. شاید خیلی از ما بخشی از این آیات رو حتی حفظ هستیم، ولی من ایمان دارم که امروز خداوندی که اینجا توی این سرما ما رو دعوت کرده ما رو دست خالی رد نمی‌کنه. پس اگر کلام خداوند همراهتون هست تشویقتون میکنم با همدیگه بریم انجیل لوقا باب 10 آیه 38 تا 42 رو با هم بخونیم. تشویقتون میکنم این کتاب رو باز کنید، به خاطر اینکه ما میخوایم اول این قسمت رو آیه به آیه جلو بریم و بعد از اون به قسمت‌های بعدی کلام میریم. پس با هم دیگه میریم به انجیل لوقا باب 10 آیه 38 و تا 42. من دونه دونه این آیه ها رو میخونم. در منزل مریم و مارتا. یه نکته هم قبلش خدمتتون عرض کنم. این احتمال وجود داره که دشمن امروز تمرکز ما رو روی دیگران ببره. یعنی خودمون رو مریم یا مارتا ببینیم و دیگری رو مریم یا مارتا ببینیم که در این صورت پیغام هفته پیش برادر هادی تله مقایسه ایجاد میشه یا مغرور میشیم
یا محکوم میشیم. پس اجازه ندین این وقت رو شیطان از شما بدزده. امروز همه ما اینجا هم مریم هم مارتا هستیم. اجازه بدیم سنگینی این ترازو رو خود خداوند برای هر کدوم از ما مشخص کنه. پس اون چیزی که در مورد مریم و مارتا اینجا گفته میشه همش برمیگرده به خود ما. قرار نیست من مریم باشم خواهرم مارتا، یا من مارتا باشم خواهرم مریم. اینو حواسمون باشه که لقمه امروزمون رو شیطان از ما ندزده. کلام خداوند در انجیل لوقا باب 10 اینطور میگه: چون در راه میرفتم به دهکده‌ای در آمدم. در آنجا زنی مارتا نام عیسی را به خانه خود دعوت کرد. کی عیسی رو به خانه خود دعوت کرد؟ مارتا. همه ما عیسی رو به خانه خودمون دعوت کردیم، درسته؟ همه ما عیسی رو به قلب خودمون دعوت کردیم. ادامه میدیم. پس این مارتا بود که عیسی رو دعوت کرده بود. مارتا خواهری داشت مریم نام. مریم کنار پاهای خداوند نشسته بود و به سخنان او گوش فرا میداد. نشستن کنار پا توی قوم یهود اون زمان، توی اون فرهنگ، یعنی اعلام شاگردی. این یه نوع از نشستن بود که شاگرد کنار پای استاد میشست و همه ما میدونیم که زنان این امکان براشون مهیا نبود. یک زن نمیتونست نزد پاهای یک ربی بشینه، اونم در جمع مردان توی یه مهمونی شلوغ. پس مارتا و مریم هر دو دارن کار عجیبی میکنن. مارتا داره خداوند رو به عنوان یک زن توی خونش دعوت میکنه، یه ربی رو دعوت میکنه، و مریم نزد پاهاش میشینه، به همه فرهنگ ها، محدودیت ها، خط قرمز ها داره پشت میکنه. مطمئنن کسایی بودن اونجا که پچ پچ میکردن، چه زن چه مرد. مریم رو ببین، چه جلافت ها، چه کارا. خیلی وقتا خداوند ما رو به نزد پاهاش دعوت میکنه، ولی ممکنه خانواده ما، دوستان ما، اطرافیان ما دلیلی برای نرفتن پیدا کنن، چه فرهنگی، چه مذهبی، چه هر چیز دیگه. پس این نکته رو در نظر داشته باشیم. مریم داره اعلام آمادگی میکنه، اعلام تشنگی میکنه. من تشنم، من مشتاقم. پس اعلام تشنگی یه عمل میخواد، یه حرکت جسمانی میخواد، یه نمود بیرونی میخواد. علاوه بر این که در درون ما اعلام میکنیم. یه تصویر اینجا هست، اگر امکان داره اون تصویر رو بذارین. تصویر قبل هست فکر میکنم. تصویر قبلی لطفاً که واضح تر هست. من عاشق این تصویر شدم. مریم چشم در چشم عیسی نشسته. من تصور میکنم نفسی که از بینی عیسی بیرون میومد رو مریم میتونست احساس کنه. عطر تنش رو میتونست احساس کنه. صدای نفساش رو میتونست احساس کنه. فاصله خیلی نزدیکه. در بین همه اون شلوغیا مریم تصمیم گرفت چشم به چشم، نفس به نفس خداوند زنده که کلام حیات از دهنش جاری میشه بشینه و سخنان حیات رو گوش بده. آیه 40 میگه: اما مارتا سخت مشغول تدارک پذیرایی بود. نزد عیسی آمد و گفت: سرورم، آیا تو را باکی نیست که خواهرم مریم در کار پذیرایی مرا تنها گذاشته؟ به او بفرما که مرا یاری کند. مارتا خیلی داره کار عظیمی میکنه ها. مارتا داره برای خداوند غذا میپزه، داره خداوند خدمت میکنه. خیلی از ما فکر میکنیم خدمت فقط تو کلیساست، فقط موعظه کردن، رهبر پرستش بودن، ولی مامانایی که برای بچه‌هاشون دارن غذا میپزن دارن خدمت میکنن.
مردایی که کار سخت کارخونه ها رو تحمل میکنن تا برای خانواده‌هاشون رفاه بیارن، دارن خدمت میکنن. پس امروز اگر میگیم خدمت، حواسمون باشه هر کاری که به اسم رضایت عیسی و خانواده‌مون داریم انجام میدیم، برای ملکوت خدا انجام میدیم، اون خدمته. مارتا داره کار عظیمی میکنه، داره مهمان نوازی میکنه. یکی از ثمرات روح القدس مهمان نوازی، داره کار عظیمی میکنه. مشکلی نیست که چرا مارتا داره مهمان نوازی میکنه. مشکل دو چیزه. یک، اولویت غلط مارتا. مارتا به جای اینکه تصمیم بگیره در حضور عیسی بشینه، اول سیراب بشه، اول دریافت کنه، اول پر بشه و بعد بره این رو به بیرون انتقال کنه، بعد بره به مردم خدمت کنه، بعد بره عیسی رو خدمت کنه، همینطوری با باک خالی بلند شد رفت. چند نفر از ما صبح که بلند میشیم، صبحانه خورده نخورده، لباس پوشیده نپوشیده، صورت شسته نشسته، میریم به جنگ دشمن، میریم به محل کار، دعوا، تصادف، اتفاقای تلخ، میریم به سر کله زدن به بچه، غذا پختن، کار خونه‌ای که هیچ وقت تموم نمیشه. اول دریافت، اول خوردن، اول سیراب شدن، اول در حضور خدای زنده نشستن، اول شنیدن، اول دیدن چشمای زیبای عیسی، اول قوت گرفتن و بعد از اون خدمت کردن. مشکل دوم، مارتا با روحیه غلط داره خدمت میکنه. هیچی بهش نمیگی؟ نگاش کن، نشسته. چرا همش من باید کار کنم؟ همش من کار کنم؟ هیچی بهش نمیگی؟ شاکیه از مریم و از عیسی. چه وقتایی شده صبح بلند شدیم گفتیم ای بابا همش من باید با این بچه سر کله بزنم؟ شوهر کردم که چی؟ زن گرفتم که چی؟ همش من برم نون بخرم؟ خیر سرم، مثلا من مهندسم، این همه کارگر زیر دستمه، هر روز من باید بهشون بگم فلان کارو بکن؟ همش من؟ تو کلیسا همش من توالت بشورم؟ همش من تو اون آشپزخونه چای بذارم؟ همش من اینجا بیام پرستش کنم پس که خدمت بشم؟ همش من جواب تلفن همه رو بدم؟ همش من حال بقیه رو بپرسم؟ همش من بقیه رو تشویق کنم؟ پس که نوبت منه؟ کی حواسش به من هست؟ کی درد منو ببینه؟ اینم برمیگرده به این که خورده نخورده وایساد خدمت کرد. وقتی با باک خالی رانندگی میکنی، آقایون چند کیلومتر میتونی با باک خالی رانندگی کنی؟ جواب بدید، چند کیلومتر؟ چقدر؟ 0. چند ساعت بدون غذا انسان زنده است؟ چند ساعت بدون آب زنده است؟ حضور عیسی خوراک ماست. عیسی گفت من خوراکی دارم که شما از آن خبری ندارید، انجام اراده پدر. وقتی از حضور خدا سیر نشدی معلومه که به غرغر و شکایت میفتی، معلومه که نقنق زدنهای بچه رو مخ آدم میره، معلومه که غرغر و شکایت همکار و همسایه رو مخمون میره.
چون با باک خالی میخوایم سعی کنیم هی استارت بزنیم. پس مارتا یکی اولویت اشتباه داشت، یکی روحیه اشتباه. با تلخی و اضطراب نمیشه خدمت کرد، نه خدا رو نه خلق خدا رو. نخورده نمیشه خدمت کرد، نه خدا رو نه خلق خدا رو. کلام خدا توی کولوسیان یه آیه هست، میشه لطفا اونو بذارین، و فیلیپیان: هر کاری را بدون غرغر و مجادله انجام دهید. انگیزه صحیح، رویکرد صحیح، فرهنگ پادشاهی خدا میگه بدون غرغر کار کن. نمیتونی؟ نکن. نمیتونی پرستش کنی؟ نکن. غرغر نکن. نمیتونی خانومتو خدمت کنی؟ نکن. غرغر نکن. نمیتونی امروز بچه‌تو خدمت کنی؟ نکن. غرغر نکن. مجادله نکن. اون فلان کارو کرد، من فلان کار کرد، نکن. کلام خدا آیه بعدی لطفا: هر کاری را از جان و دل چنان انجام دهید که گویی برای خداوند کار میکنید، نه برای انسان. این فرهنگ آسمانه. این دوتا آیه زمانی میسر میشه که اول چیکار کرده باشیم؟ باکو پر کرده باشیم. اون روغندان تا پر نباشه نمیتونی چراغ رو روشن کنی. اول دریافت، بعد عمل. اول به خلوتگاه، بعد به محل رزم و جنگ. آیه بعدی، آیه 41: خداوند جواب داد، این آیه منو ترکون: مارتا، مارتا، تو را چیزهای بسیار نگران و مضطرب می‌کند. چیزهای بسیار ما رو نگران و مضطرب می‌کنه. چیزهای بسیار اولویت‌های دوم و سومه. چیزهای بسیار حاشیه‌های بی اهمیته که میخواد وقت ما، انرژی ما، شادی ما، سلامت ما رو بدزده. چیزهای بسیار ما رو نگران و مضطرب میکنه. شلوغی‌های دنیا. چند نفر از شما وقتی ذهنتون مشغوله بلند میشید به تمیزکاری؟ میافتید به جون خونه، میافتید به جون ماشین شستن؟ دست بلند کنید. چند نفرتون اینجوری؟ بابای من یه روز بارونی تو حیاط داشت ماشین میشست، انقدر که فکرش مشغول بود. من هیچ وقت اون روز یادم نمیره. امروز صبح انقدر استرس داشتم، ساعت 6:30 صبح، 7:30، اصلا دیشب که نخوابیدم، بلند شدم آشپزی میکنم، غذا پختم، غذا اصلا سوخت، داغون شد، حالا اونو به کنار، ولی اضطراب داشتم. چیزهای بسیار منو اضطراب میده، منو نگرانی میده. مارتا، مارتا، چیزهای بسیار تو رو مضطرب و نگران کرده. یه وقتایی این مشغولیت ها توی دنیای بیرونه، تجملات ها، چشم هم چشمی ها، هفته قبل تله مقایسه. یه وقتایی این نگرانی ها و اضطرابا اینجاست. انقدر این بالا مشغوله، انقدر این بالا پره، به جایی که بریم به حضور عیسی بشینیم، پر بشیم، توی همون شلوغی ها شروع به عمل میکنیم.
یه زندایی داشتم روحش شاد، به خاطر یه مشکل خانوادگی که داشت دچار بیماری وسواس شد و بعد در اثر سرطان پوست از دنیا رفت. مارتا چیزهای بسیار تو رو نگران و مضطرب کرده. میخوایم چند لحظه فکر کنیم ببینیم اون چیزهایی که امروز من و شما رو نگران و مضطرب کرده چیه که از حضور خدا اولویتش بیشتره؟ اون چیه که در حضور خدا بزرگتره؟ اون چیزهای بسیاری که ما رو نگران و مضطرب کرده چیه که نمیذاره من در حضور عیسی آرام بشینم، بخورم، سیر بشم و بعد با قوتی که از این حضور میگیرم به جنگ اون چیزهای بسیار برم؟ اونا چیه؟ امروز میتونیم اونا رو به حضور عیسی بیاریم. همین جلسه امروز میتونه خلوتگاه ما باشه. همین جلسه امروز میتونه اون خلوتی باشه که ما شاید مدت هاست تجربهش نکردیم، وقت نشده. آخه بچه داریم، خدمت داریم، کار داریم، مسئولیت داریم. همین الان خداوند میتونه من و شما رو خدمت کنه. آیه 42: حالان که تنها یک چیز لازم است. یک چیز. چیزهای بسیار ما رو نگران و مضطرب میکنه، ولی یک چیز لازمه برای زندگی شاد، برای زندگی مؤثر و تاثیرگذار، برای زندگی موفق. یه چیز لازمه و مریم اون نصیب بهتر رو پیدا کرد. اون یه چیز نشستن نزد پاهای عیسی است، چشیدن حضور شیرین عیسی است، شنیدن صدای نفسهای عیسی است، چشم در چشم در حضور عیسی زانو زدنه. تنها یه چیز کافیه. چیزهای بسیار توی کفه، یک چیز توی کفه. شاید مدت هاست و از اون یک چیز، از اون نصیب برتر خودمون رو محروم کردیم. امروز وقت هست. امروز فرصت هست. آغوش پدر همیشه برای ما بازه که از او باز گرفته نخواهد شد. کی میتونه حضور عیسی رو از ما بگیره؟ کی میتونه تجربه شیرین چشم در چشم، نفس به نفس با عیسی نشستن از ما بگیره؟ میخوام یک نفر از شما عزیزان رومیان 8 آیه 38 و 39 رو با صدای بلند برای ما بخونه. زیرا یقین دارم که نه مرگ و نه زندگی، نه فرشتگان و نه ریاست‌ها، نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده، نه هیچ قدرتی و نه بلندی و نه پستی و نه هیچ چیز دیگر در تمامی خلقت قادر نخواهد بود ما را از محبت خدا که در خداوند ما مسیح عیسی است جدا سازد. آمین. هیچ چیز یعنی چی؟ هیچ چیز یعنی نه چه که برگشتی، نه حکم اعدام، نه بچه‌ای که از دنیا داره میره، نه بیماری که شفا نمیگیره. هیچ چیز نمیتونه اون محبتی که در خداوند برای ما هست، اون حضوری که برای من و تو هست، هیچ چیز نمیتونه اون از ما بگیره. هیچ چیز نمیتونه اون از ما بگیره. خدمت چطور؟ کسی میتونه از ما بگیره؟ بله میشه. یه روز تو مدیا خدمت میکنی، فردا تو آشپزخونه خدمت میکنی،
پس فردا مبشر میشی میری یه جای دیگه. زندگی پر فصله. من به تازگی خدمت جدید به زندگیم اضافه شده، چون تازه ازدواج کردم به عنوان همسر. تازه این خدمت وارد زندگیم شده. کسی میتونه این خدمت رو از من بگیره؟ بله، خودم. جا خالی کنم. به من چه؟ ولی آیا حضوری که در ملاقات با عیسی چشیدم و کسی میتونه از من بگیره؟ هیچ چیز نمیتونه اونو بگیره. از او باز گرفته نخواهد شد. وقتی عیسی برمیگرده توی مسئله 10 باکره، چه چیزی از باکره ها خواست؟ معیار بردن باکره ها با خودش چی بود؟ روغن. ازش پرسید کجا خدمت کردین؟ چند سال شبان بودی؟ ببینم تو چند بار موعظه کردی؟ رهبر پرستش کدوم کلیسا بودی؟ روغندان پر. روغندان کجا پر میشه؟ در حضور عیسی. میشه خدمت کرد، میشه همسرتو خدمت کنی، بچه‌تو خدمت کنی، بهترین پدر و مادر عالم باشی، عیسی برگرده بگه نمیشناسمت. میشه واعظ باشی که از وعظ تو دیوها اخراج بشه، عیسی بگه من تو رو نمیشناسم. میشه رهبر پرستشی یک کلیسای ابر کلیسا باشی، صدها هزار نفر در حضور خداوند به خاطر سرودای تو زانو بزنن، ولی عیسی بگه نمیشناسمت. ببخشید شما با هم خلوتی داشتی؟ با هم ملاقاتی داشتی؟ متی 7:22 میشه خدمت کرد خدا و خلق خدا رو، ولی خدا بیاد بگه من نمیشناسمت. مریم و مارتا انتخاب با خودشون بود، تصمیم با خودشون بود. یه سری کارا رو هیچکی نمیتونه برای ما بکنه، خدا هم نمیخواد بکنه، مثل تصمیم گرفتن، مثل مشخص کردن موضع قلبیمون، مثل تعیین اولویت‌های زندگیمون. کیا اینجا متأهلن؟ آیا تو این چند سالی که زندگی کردین همسرتون تونسته تو اون اولویت مهمه تأثیر بذاره؟ در نهایتش اون حتی اگر از سر تسلیم اون کارو بکنی توی دلت حسرتشو نداری؟ اولویت رو من تعیین میکنم. حتی همسرم هم نمیتونه اولویت‌های منو تعیین کنه. حتی اگر از سر تسلیم اون اولویت رو زمین بذارم یا از سر حکمت، اشتیاق من نسبت به اون اولویت هیچ وقت از دست نمیره. خدا نمیخواد اولویت‌های ما رو عوض کنه. میتونه، نمیخواد. این من و شماییم که با تصمیم آگاهانمون تصمیم میگیریم اولویت من اول دریافت بعد پرداخت باشه. اول خلوت بعد به جنگ. اول بخورم بعد خوراک بدم. اول بشنوم بعد بگم. اول ببینم بعد تعریف کنم. اول برم به یه حضوری بعد بقیه رو با خودم اونجا بخوام ببرم. جایی که نرفتی کجا میخوای مردم رو ببری؟ یه ملاقات بعد از این هست. بازم مریم و مارتا جان اینجا هستن. توی انجیل یوحنا ایلازر باب 11 هست، از آیه 1 تا 44 نمیخونم. ایلازر داداش مریم و مارتا بود. توی یه اتفاق، یه بیماری داره میمیره. عیسی نمیاد. وقتی میاد اینو گذاشتن تو قبر، کفن پیچش کردن، گذاشتن تو قبر، در قبرم بستن.
ایلازر زندگی شما چیه؟ پرونده چی رو بستین؟ کفن پیچش کردین، گذاشتین تو قبر، سنگم گذاشتین جلوش. جان؟ یوون راست میگه. ای بابا، یوون اگه میخواست کاری بکنه ما 10 سال اینجا بودیم. ای بابا، بچه من اگه میخواست شفا پیدا کنه الان دیگه شفا پیدا کرده بودی. چند بار بگم؟ ای بابا، اگه من قرار بود وضعیت مالیم درست بشه شده بود. ولش کن. خداوند میگه فیض من تو را کافیست. این آیه رو یاد گرفتیم از قدرت خدا بر هر چیزی که خسته شدیم دیگه این آیه رو میچسبونیم تنگش، روحانیش هم میکنیم. ایلازرایی که تو زندگیمون حکم مرگ بهشون زدیم چیه؟ آرزوهایی که روش خاک ریختیم، سنگ گذاشتیم روش، چون چند سال به تأخیر افتاده. رابطه شکسته است. زن من دیگه درست بهشون نیست. این شوهر من درست بهشون نیست. این مال فرهنگشونه. باباش هم همین بود، مامانش هم همین بود. ای بابا، شبان من دیگه درست بهشون نیست، رهبر من دیگه درست بهشون نیست. ولش کن. کفن پیچ تو قبر، سنگم جلوش، تموم. با تلخی و ناامیدی ادامه میدیم. مریم و مارتا این کارو کردن. تلخ، دل شکسته، گریان بالا سر قبر داداششون نشستن. ولی یه چیز خیلی برای من قشنگ بود. آیه 33 تا آیه 35 نگاه کنید. میگه چون عیسی زاری مریم و یهودیان همراه او را دید، در روح برآشفت و سخت منقلب شد. وقتی در حضور عیسی نشستی، وقتی چشم در چشمش دوختی، وقتی نفساشو احساس کردی، وقتی نزد پاهای عیسی نشستی، شاگردیشو کردی، یه صمیمیت متفاوتی ایجاد میشه که توی تلخیت هم میخوای بری به حضور عیسی. تلخیت هم میخوای اول به عیسی بگی. مریم گفت تو اگه بودی داداشم نمیمرد. چون سخنان حیات خدا رو شنیده، چشیده، میدونه چه حیاتی در حضور عیسی هست. مگه میشه حیات عیسی باشه و مرگ پیروز بشه؟ مگه میشه؟ اگه امروز کفن پیچیدیم دوره یه سری ایلازر رو گذاشتیم تو قبر، شاید به خاطر اینکه مدت هاست در حضور عیسی نشستیم، حضور عیسی رو نچشیدیم، در حضورش آرامی نگرفتیم. مارتا رو نگاه کنیم. آیه 39. عاشقتم مارتا. فرمود سنگ را بردارید. عیسی گفت. مارتا خواهر متوفا گفت سرورم اکنون دیگر بوی ناخوش می‌دهد، زیرا 4 روز گذشته است، اصلا تو باغ نیست. خداوند حیات میگه بردار، زنده است. مارتا خانم تصمیم میگیره نه، مرده است. چند بار شده در حضور عیسی این فرصت رو داشتی بپذیری شفا رو، بپذیری اون حیات رو، ولی گفتی دیگه دیر شد، دیگه بو گند گرفته، دیگه اون رویا ولش کن. وقتی در حضور عیسی میشینی، حیات عیسی رو میچشی، وقتی عیسی میگه سنگ قبر رو بردار، بر میداری. دیگه نگران بوی گند اون آرزوه نیستی، چون میدونی از اول نمرده. مگه میشه عیسی بگه این مرگ، این بیماری به مرگ نمیرسه و بعد اون فرد بمیره؟ تا زمانی که عیسی پرونده رو تو زندگی من و شما نبسته، من و شما نمیتونیم ببندیمش. گر شده 100 سال بگذره، بوی گند نمیده، بوی تعفن نمیده،
نمیپوسه، چون خدا میگه این بیماری به مرگ نمی انجامه، این پرونده نمرده، بچه تو توی این بیماری نمیمونه، مشکل مالی تو همینجوری نمیمونه. خداوند ما میگه این بیماری به مرگ نمیرسه، نمیمیره. وقتی خدا میگه نمیمیره، نمیمیره. یه ملاقات بعد از این هست. بریم با هم انجیل یوحنا باب 12 آیه 1 تا 8. تدهین عیسی. توی این اتفاقی که داره اینجا میفته، عیسی دوباره میره خونه مریم و مارتا. مارتا داره چی کار میکنه؟ آیه 2. مارتا پذیرایی میکرد. خانم 2 دقیقه اومدیم خودتون رو ببینیم. پیش اومده نه؟ در ضیافت عیسی بودیم و حواسمون به موبایلمون بوده. در حضور عیسی بودیم و حواسمون به خونمون بوده. زیر گازو خاموش کردم. در حضور عیسی بودیم و نگران آینده بچه‌مون بودیم. بچه‌م هم آیندهش تلف شد. در حضور عیسی بودیم و نگران چکامون بودیم. مشغول یه کار دیگه. هر چیزی به جز نزد پاهای عیسی نشستن و چشیدن حضورش. پیش اومده؟ کسی هست که بگه من تا حالا اینو تجربه نکردم؟ تا حالا در حضور عیسی حواسم جای دیگه نبوده؟ اگه کسی هست میتونه به ما بگه رمز موفقیتش چی بوده؟ من امروز صبح از شدت استرس میخواستم پیغام کلام خدا رو بدم. از شدت استرس ساعت 7:30 بلند شدم آشپزی میکنم. به جای که برم نزد پاهای عیسی بشینم، از او قوت بگیرم. مارتا همچنان مشغول پذیرایی، همچنان اولویت دوم رو انتخاب میکنه، همچنان میخواد با همون انگیزه غلط خدمت کنه. اما مریم حضور حیات بخش عیسی رو چشید. عمل شگفت‌انگیز خدا توی داستان زنده شدن داداشش رو دید و بعد از اون با همه آنچه که داشت خدا رو خدمت کرد. آها، الان وقت خدمته، الان وقت عمله. مگه من و شما نمیخوایم با هر آنچه که داریم خدا رو خدمت کنیم؟ مگه نمیخوایم هر چی داریم به پاش بریزیم؟ مگه نمیگیم زندگی من مال تو، بچه من مال تو، نسل من تقدیم تو، رویای من تقدیم تو، قوت و ضعف من تقدیم تو؟ قبل از اون یه ملاقات لازمه، یه خلوت لازمه، یه پر شدن لازمه، یه خوردن لازمه، دیدن عجایب و شگفتی های خدا لازمه و بعد از اونه که میتونیم با قوت هر آنچه که داریم به پای عیسی بریزیم، بدون اینکه بترسم، بدون اینکه بلرزم، بدون اینکه تلخ بشم. چشم به مارتا باشه، چشم به مریم باشه. چرا همش من؟ میره، همه اینا میره، همه تلخی ها، مقایسه ها، ضعف ها، همه میره. پس نزد پاهای عیسی هست که ما قوت میگیریم، خوراک میخوریم، تقویت میشیم، پر میشیم، رشد میکنیم و بعد از اون میتونیم با هر آنچه که داریم خدا و خلقش رو خدمت کنیم.
خدمت کردن به عیسی، تلاش برای رفاه خانواده، تلاش برای رسیدن به رویاهایی که آرزوهایی که داریم، هیچ کدومش بد نیست. ولی اول دریافت، بعد عمل. اول در حضور عیسی بشین، دیر شو، اول به خلوتگاه برو، بعد عمل. خداوند عیسی شاگرد میخواست انتخاب کنه، خلوت با پدر. میلیون ها نفر خدمت کرد، شفا داد، یه بار 5000 نفر، یه بار انقدر. بعد از این پیروزی خلوت با پدر. اول خلوتگاه. شاید بعضی از شما که اینجا هستین میگین من اصلا نمیفهمم منظورت چیه. شاید عزیزانمون توی تیم رهبری پرستش دوست داشتن بیان، میتونیم اینجا داشتی باشیمشون، با هم دعا میکنیم و بعد از اون توی یه پرستش میخوایم عمل کنیم به این چیزی که امروز شنیدیم. من یه تصویر دیدم برای امروز، شاید از هیجانات خودمه، نمیدونم، ولی بیایید واقعا مثل مارتا که برخلاف همه اون مانع ها رفت، یعنی از جاش بلند شد، رفت نشست نزد پای عیسی، در حضور عیسی نشست. شاید من و شما امروز میگیم ما سالهاست وقت نکردیم با عیسی خلوت کنیم. شاید میگی من هفته پیش باش خلوت داشتم. شاید میگی من توی رازگاهان امروز باش خلوت داشتم. شاید میگی اصلا منظور چیه؟ مگه میشه با خدا خلوت داشت؟ شاید میگی از دوشنبه این کارو میکنم. اجازه نده این فرصت رو خداوند از تو بدزده. بیایید همین امروز، همینجا در حضور خدا یک قدم عملی ایمان برداریم. نمیدونم، اگه میخوای بیای جلو زانو بزنی، اگه میخوای سر جات بشینی، اگه میخوای بلند شی، شده یه تغییری توی حالت فیزیکیمون بدیم. اونجوری که الان هستیم دعا نکنیم، ببینیم خداوند چجوره. من بارها به خاطری که شلوار مشکی پام بود در مقابل خدا مقاومت کردم و نیومدم اینجا زانو بزنم. ولی نگران شلوار مشکیامون نباشیم، نگران این که بقیه فکر کنن ما جوگیر شدیم نباشیم. همین الان در حضور خدا زانو بزنیم. خداوند میخوایم در حضور تو زانو بزنیم. میخوایم مثل مریم بگیم بارها و بارها مثل مارتا عمل کردیم، ولی امروز میخوایم در نزد زانوهای تو بشینیم. خداوند امروز میخوایم با همه آنچه که داریم تو رو خدمت کنیم. خداوند امروز تمام ایلازرهای مرده زندگیمون رو به حضور تو میریزیم. هرچی که در فکر ما خداوند ما رو نگران و مضطرب کرده، امروز در اینجا به حضور تو میریزیم. خداوند توی این پرستش بیا و با ما ملاقات کن. اجازه بده نفس تو رو بشنویم، اجازه بده حضور تو رو بچشیم. خداوند ما منتظر فردا و پس فردا نیستیم، منتظر نیستیم یه نبی روی ما دست بذاره، منتظر نیستیم یک بزرگ بیاد برای ما یه کاری بکنه. روح تو اینجاست. خداوند مریم خداوند بچه تو رو شفا میده، پوریا خداوند بچه تو رو شفا میده. نزد پاهاش بشین، آرامش بگیر. خداوند میگه بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، بارتون رو به من بدین، یوغ منو بگیرید. یوغ من سبکه، بارتون رو من حمل میکنم. من صبورم، من افتاده دلم. امروز بارتو به خداوند بده. امروز اجازه بده خداوند در این پرستش حضورش رو به تو نشون بده. هر چیزی که تو رو نگران و
مضطرب کرده به کنار بذار. خداوند ما میخوایم تو رو پرستش کنیم، روح تو بریزه خداوند، میخوایم در روح و راستی تو رو پرستش کنیم خداوند.